چی با خشم آغاز می شود با شرم به پایان می رسد. هر قلب درد دارد، فقط طرز ابراز آن فرق دارد. بعضی ها آن را در چشمان پنهان می کنند و بعضی ها در لبخندشان. زبان جانور است که اگر او را باز بگذاری تو را می خورد. هیچ ملت غلام شده نمی تواند تا اینکه از بین خود آن مردم غدار نباشند. زیرا تبر بدون دسته درخت را قطع کرده نمی تواند که دسته خود زاده درخت است. اگر می خواهی خوشحال باشی دیگران را خوشحال نگه دار. در خانه‌ای که مادری نیک و تربیت یافته باشد آن خانه دانشگاه اخلاق و انسانیت است. هر که مهر الله در دلش نباشد و به حرص دنیا گرفتار باشد هرگز دانشمند نخواهد شد. شیوه گفتار خود را نرم کن، زیرا که تاثیر لهجه بیشتر از کلمات است. همان گونه که آب چشمه سبب حیات کشتزار است، آب چشم سبب حیات قلب است. هیچ خواب سنگین‌تر از غفلت و هیچ غلامی بدتر از غلامی شهوت و هیچ مصیبت بزرگتر از مرگ و هیچ یادآورنده جز پیری نیست. انسانی بیکار و ناچیز را جای در منزلگاه قهرمانان نیست. لذت آرامش به راحتی به دست نمی آید. کسی که کاشت درو می کند. انسانی که به نادانی وقتهایش را سپری می کند و روزگارش را به نافرمانی می گذراند شایسته است همواره اشکهایش بر رخسارش سرازیر باشد. دنیا از آن کسانی است که مطالعه می کنند. بزرگترین دشمن مسلمانانی امروز جهل است، بعد غرب. شرط خواندن کتاب‌های خوب نخواندن کتاب‌های بد است، چرا که زندگی بسیار کوتاه است و من تنها وقت خواندن کتاب خوب را دارم.